سلام مادر، سلام مادر، برایت احترام مادر. همه آن سختی ها بگذشت و پیشوازم برا مادر. توی تنها امیدی من، توی راهی سفیدی من. رسید وقتی دعاگویی، دعایم کن دعا مادر. رسید وقتی دعاگویی، دعایم کن دعا مادر. سحر بعدی نمازی بام دادم، به درگاهی خدا زاری نمودم. سحر بعدی نمازی بام دادم، به درگاهی خدا زاری نمودم. خداوندا نگهدار مادرم را، همین از آرزوها و امیدم. خداوندا نگهدار مادرم را، همین از آرزوها و امیدم. روان گشتی به بازار رسیدی، هزار و یک متاهای بدیدی. روان گشتی به بازار رسیدی. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم مادران مهربان، زن بانوان دهه میرانخور عظیم. همه شمایان را به امروز جشن زادروز، روز تولد زرافه خاله خوش آمدتان میگویم. می‌بینید که ما آماده بیستید خواهیم آماده. البته زرافه خاله روز مبارک، روز تولد را، امروزه میلاد عمر را برای شما مبارک باد میگویم. این طرف نزدیکتر استیم؟ بید نزدیکتر. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام جگربندانتان، از نام دلشاد آیتی زفرکه، کلید پاشایتان نگنایتی، از نام نبیره های شیرین صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. میگویم بعد از درگذشتن پدرمان شادروان، بعد از درگذشتن محمود بابا که پدر عزیز خاندان ما بودند، یگانه بعد از خداوند باوری میکردگی در سر عائله ما، در سر خاندان ما دعاگوی، همیشه مصلحتچی خاندان ما مادر عزیزمان هستند. همیشه سایبان باشند، دعاگوی باشند، هیچ وقت در دو غم زندگی را نبینند و فقط مانند امروز در روزهای خرسندیشان خویش و تبار دوگانه و نزدیکان آمده سرجم شوند و تبریکشان کنیم. البته زرافه خاله زادروز مبارک، همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت خرسند سربلند شده زندگی کنید. میگویند با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. امروز برای فرزندان از همه انسانی مهربانترین چشمه خشک نشونده فرزندان شما هستید. همیشه صحت سلامت باشید، سایبان باشید، دعاگوی فرزندان عزیز شده گردید. امروز فرزندان میگویند خدا خواهد مادر عزیزم و زیارت کعبة الله نصیب کند و در این کاشانه زیبای ما حج آشی‌ها شود. ما باشد برای مادرمان خدمت کنیم تا دم پیریشان همیشه در خدمت مادرجان عزیزمان باشیم. دوست بداریم شما. ما با یک مهنتی حلال دهقانی کردند همراهی پدرم. شب و روز در سر زمین، همون زمین با مهنت کردن و با مهنتی حلالشان ما را بابای رساندند. برای بیجان عزیزم فرشته خاندانم رسانید که مادرم، ای مادرم جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قدی تو هم قدم، لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شامی تاریکی مرا، مهر افروزی منو هم یاورم. فتنه باران تا نریزد ز آسمان، سایبان گشتی تو بالای سرم. با کلام و معنی ها و معرفت
پرز عشقی حق نمودی ساغرم. امروز زادروز روزی تولدتان مبارک، همیشه صحت سلامت باشید. امروز برای شما در روی دنیا از همه گلهای زیبا را که گفتن آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی باشد، برای مادرم تمامی گنجینه دنیا را پیش پایشان بیاریم. هم از گفته از نام فرزندان، از نام زفرکه، از نام دلشدایتی، از نام کلین پاشا نیگنایتی این گلدسته زیبا را قبول کنید. زادروزتان مبارک. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. روز تولد را مبارک باد میگوییم. مبارک باشد. البته بار دیگر تبریک میگوییم. زادروز مبارک باشد. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جا میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است. من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود نور دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جا تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم. مادر همه جا تنم. زرافه خاله، امروز فرزندان دو تا باشن، ما جای 10 فرزند را میگیریم. بیجان ما مهر و محبت ما هستند، دوست می‌داریم شما. از رویشان نور میبارد، از لفظ شیرینشان بال میبارد. مادر عزیزی ما، بیجان مهربان ما، تا دنیا باشند ما نبودنشان را تصور کرده نمیتوانیم. از خداوند برای خاندان ما یک و یگانه فرشته را آفریده است که نامش مادری من است. گفتن البته از نام زفرک شما را بار دیگر تبریک میگویم. زادروزتان مبارک. امروز چقدر که نیت های نیک دارند فرزندان، به زیارت کعبه الله شما و نصیب کنند میگوییم و با چنین نیت ها در اینجا کتاب قیمت بهاترین را آماده کردیم. مهمانان خرسک میزنیم، کتاب را پیشکش میکنیم. مبارک باشد. اگر درد کند جانم فقط مادر می‌سازد. مبارک باشد. و اکنون زرافه خاله یک جای همراهی فرزندها، کلین پاشا، نبیره ها شیرینی آورده. بگذار 70 سالگی، 80 سالگی، 90 و 120 سالگی تا ما آمده. در آن وقت زرافه خاله نه حاجیانا گفته شما تبریک کردن نصیب کند بگوییم. مرحمت شیرینی را پیشکش میکنیم. زادروز مبارک باشد بگوییم. مرحمت میکنیم. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. جهت شما کنیم کنید زرافه خاله همراه فرزندان. مرحمت. زفرکه نزدیکتر میستیم شاید. مبارک باشد. زادروز مبارک. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть
Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше. С днем рождения. مبارک باشد. زاد روز مبارک. ظروف خدا همیشه مانند امروز در اطرافتان همه انسان‌های به دل نزدیک باشند. اکنون می‌خواستیم سخن‌های تبریکاتی را شنویم. من در اینجا خواهرتان گریختن از صحنه. مرحمت معلم خالقova یادداشت‌ها بایستید یک شرکت تبریک کرده. رحمتova. البته دوستان گرامی، من امروز با مناسبت زادروزی ینگملام تو آمده من میخواهم که ینگملام را با روز زادروزشان تبریک و مبارک بگویم و آنها در سپرات خیر و برکت آرزومندند. میخواهم که ینگملام در سر فرزندانشان نبره براشون سایبان شگردن صد بدرایند. السلام علیکم خواهرکان عزیز، مادرکان شیرین، دادرکان دور آرام، عمرکتان دراز داریم. امروز سببگار این نشست ما ینگه پشتای همه آمون، هم آنه هم ینگه الهی مکه عمرکشان دراز شود، سایبانی سری فرزندکانشان شد در طولای زفرجان دیلی و کلنکو الهی بیدرد بیغم زن میبره کشون پوشه این دفعه فریدون جان دم کلن آوردن خیلی روزکوی نیک منوزای بینن لایق بینن. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد خندان بیغم بودن غنیمت. عمری روان از خواهیم یا نخواهیم، یک لحظه هم با خندان روی گلی شبنم بودن غنیمت. برای دقتتون رحمت. باید بار دیگه میگم هم یک کدوم خوش اومده به درگویت یک هزار رحمت. تشکر. ماندن باشند. صحت سلامتی شما را تک نسازه. مرحبا. السلام ای دوستانم، السلام نوری دیده تاجی سر، ای همدیارانم سلام. شیرین ترین لفظی که به آن انسان لب میکشاید این کلمه مادر است. زیباترین حرف زندگانی مادرم است. این افاده است خردکک ولی در خود آرزوی و تمنای زیاد، محبت و صمیمیت و همه آهنگهای روانبخش دل انسان را تجسم می نماید. به نورش گرچه این خورشید خاور، به نورش گرچه این خورشید خاور شخصی نکوکار کلان شدیم. تربیه انمین کس را گرفتیم. الها انمین مادر شیرین سعدی بر این پیر شوند
حضوری فرزندکاشان بینم. در سر این فرزندان چون آفتاب درخشان باشد و نورهای گرم خود را در سر ظفر جان، دلشاده جان، علی جان جان، فریدون جان، من این نگین بانو، این نبیر عروسک خودشان افروز آی برانگیزای الهیم نورهای گرم خود را پاشند، صحت و سلامت باشند، حضوری فرزندایی کلام کردگرشان را بینند. فقط روزی بدی انمین مادری عزیز انمی خیل گذارد. زاد روزتان مبارک شود مادرک عزیزم. در سر ما صحت سلامت باشد. ما با شما فخر میکنیم. دائم دوست میدارم شما زنده باشد. برای آن تشریف که شما از همین دهه آخری و برای همین تبریک مادری عزیز آمدید. از نام علمی خاندان به همه شمایان فرزندکان شیرین هم تشکرها میگویم. دائما صحت سلامت باشد. در وقت عائله خود صحت باشد. در روزهای نیکی مردم خدمت کنید. میگویم که خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. رحمت تشکر میگیم. البته زفرکه تو تبریک میکنیم. مرحمت. محترم سربردران راحتی دنیا بینم در دو زمان نبینم. همین نیواره خوب بعد دختر و پسر و همه‌شون خدمتی هم بیم نکرده کردیم. این سال با فردون بوی با کلون بیاریم همه وقت خیلویم بیم صاف سلامت کردم. رحمت دلشادایتی مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، خواهر و برادران مهربان، همه شمایان معلوم شده ایستاده است که امروز روزی زاد روزی مادرم. من به مادرم عمری دراز، رزق فراز و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. مادر جان عزیز، الهی دستان دعاگویتان پس سری بلندتان خم را نبیند. به اعتبارتان تشکر. من میخواستم به مادرم یک توفه کمک سپارم. روزی زاد روزشون الهی همه وقت همخنه روزای بینید و صد به درایت و حضور میبرید خود رحمت. اکنون فرزند خاندان گیرو خطا نمیکنیم. نگینایتی کریم پاسشو مرحمت تبریک میکنم. اولم با مهمانان خوش آمدتان هماکان. من هماکان با معلوم است امروز روز خورسندی، روز شکرانه بیمولان. تبریک میکنم بیمولان شما انومی خودم، انومی فرزندانم. همه وقت سریمون با ساق سلامت گردید. آلای مهربان همه وقتشون با سلامتی تید. سرتان خم، دلتان غم نبیند. دائما شاد و فیروز باشید. رحمت. مرحمت. سلام علیکم مهمانان عزیز. در گلی آمدونم خوش آمدید. زندگی باب و بخارش مادر است. زندگی آفتاب برارش مادر است که از این دنیا سربلندی ها کند. سبب کاری دعا گویش مادر است. آنا جان عزیزم زاد روزتان مبارک باشد. سر بدرید. در خدا یک التجا دارم اله حاجی آنا شدن نصیب کند. آنا جان عزیزم زاد روزتان مبارک باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز در دنیا آنم لابشته ایستاده است. من به اینو عمری دراز رزق فراز می‌طلبم. الهی این سال همیچاکه حاجی آنا شدن نصیب گردانم. به اعتبارتان تشکر.
رحمت تشکر میگویم. زادروز مبارک. تبریک میکنم می افروزه بانو. کدام شعرت میخوانی؟ مادرم مخون. مالنده. دست. اکنون زرافه خاله با راهبری شما همه امروز مهمانان را در این کاشانه زیبا و حوله شادروان محمود بابا تکلیف میکنیم. باد و هوا بسیار هم فارم، خودی که بهار است. یک جای میرقصیم، خورسندی میکنیم. امروز زادروز رو با یک درجه اعلا میگذارونیم. زادروزتان مبارک باشد میگیم. مرحمت سراتای شوق برای شمایان یک جای میرقصیم.
دارم هی اصلا کızım var o şeker kızım var hey asan kızım var o şeker kızım var hey baba kızım var hey ayda kızım var kızım var hey ayda kızım var hey asan kızım oynasın kızım oynasın asan kızım oynasın şeker kızım oynasın hey nano kızım oynasın baba kızım oynasın hey nano kızım oynasın hey ayda kızım oynasın لیلی 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 سردارم خیره لیلی لیلی
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در دهه میرانپور مهمان شده مادر مهربان فرشته خاندان زرافه خاله را در جشن 69 سالگیشان تبریک کردیم. آرزو و نیت کردیم که در 120 سالگیشان نیز در حج آشیاشان آمده تبریک کردن همراهی ما نصیب کنند و پیشکشش ما کنیم. با ما باشید، با شبکه شهردار خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.